این مدرک دکترای دندانپزشکیه از دانشگاه شاریته برلین. ولی خب تز دکترام حدوداً 4 سال طول کشید که سال 2002 حدوداً اواسط دوران تخصصم بود که تونستم دکترامو از دانشگاه شاریته برلین بگیرم. 4 سال دوره جراحی دهان و فک رو گذروندم که مدرک اتمام این دوره این مدرک زرد رنگ هست که در اتاق دندانپزشکی برلین بهم داده شد. پس از اون 2 سال دوره جراحی ایمپلنت رو شروع کردم که میشه گفت دوره ماستر هست که مطابق با فوق تخصص حساب میشه. 2 سال دوره فوق تخصص جراحی‌های میکرو یا ذره‌بینی دهان رو گذروندم در شاخه ایمپلنتولوژی. 2 سال دوره جراحی لثه رو گذروندم در انجمن جراحان لثه آلمان که اونم یک دوره ماستر هست و مطابقش توی ایران همون دوره‌های فوق تخصصی میشه. اولین جایزه بین‌المللی که بردم جایزه اول جراحان لثه آلمان بود در سال 2007 که برای ارائه تکنیک میکروسرجری سینوس لیفت باز به من ارائه شد، به من داده شد و اون این جایزه هست که اسمش هست پرکتیکا بست پرایز سال 2007 که به انگلیسی میشه Best Practitioner Award در سال 2007 بود. بعد از اون تحقیقاتمو در زمینه درآوردن دندان به صورت کم تهاجمی و بازسازی همزمان استخوان شروع کردم که تا به حال هم ادامه داره و برای این تحقیقات در سال 2010 جایزه اول جراحان لثه آلمان رو بهم دادن که اسمش هست هاینز اپنشتاین پرایز یا هاینز اپنشتاین اوارد، جایزه نوآوری در رشته پزشکی از آکادمی بین‌المللی پروفسور یلدای دانشگاه تهران به من داده شد و این برای در اصل اختراعات و اکتشافاتی بود که من در 10 سال اخیر داشتم و این جایزه هست که پارسال به من داده شد. و آخرین جایزه‌ای که گرفتم باید بریم توی دفتر یک تقدیرنامه رسمی هست که بهش میگن Certificate of Excellence از طرف کارل زایس آکادمی در سوئیس به من داده شده که الان سرپرستی بخش ایمپلنتولوژی اونجا به عهده من هست. این Certificate of Excellence یا تقدیرنامه زایس آکادمی که 3 ماه پیش همین سال 2012 به ما داده شد رو تا به حال به 5 نفر در دنیا بیشتر ندادن و اولین بار هست که اینو به یک استاد آکادمی در زمینه جراحی‌های میکروسرجری ایمپلنتولوژی اهدا میکنن. یه تقریبا میگم بهتون 9 الی 10 سال طول کشید تا به امروز. الان وضعیت طوری شده که اون دانشگاه‌هایی که منو راه نمیدادن و اون انجمن‌هایی که نمیخواستن یک کلمه با من صحبت کنن خودشون با من تماس میگیرن و برای کنگره‌هاشون منو دعوت میکنن و برای سخنرانی یا کارگاه‌های جراحی منو توی دانشگاه‌هاشون دعوت میکنن و این برای من خیلی خیلی خوشحال کننده است و خیلی بهم دلگرمی میده. این تکنیک در اصل برای سینوس لیفت‌های دشوار طراحی شده و پیش بینی شده. یکی دیگر از افتخارات دکتر ابداع و ثبت نوعی از جراحی‌های کم تهاجمی و میکروسکوپی است که برای تحقیق و ثبت و انتشار آن در دنیا بسیار تلاش کرده است. نکته جالب آن این است که انجام این جراحی به جز دانش و تجربه آن احتیاج به مجموعه‌ای از ابزار خاص جراحی است که این ابزار ساخته دست بهنام است و با نام ابزار جراحی شکیبایی در دنیا به فروش می‌رسد. سرنوشت بازی‌های فراوانی دارد. اتفاق دیگری که می‌توانست
زندگی شخصی بهنام را متحول کند به کابوس او تبدیل شد. اما این بار به گفته خود او یک تصمیم اشتباه باعث کامی شد. سال دوم تخصصم که بودم ازدواج کردم و ما ایران هم ازدواج کردیم و غیر منتظره بود برای همه همکارام توی آلمان که میگفتن نوش شد تو که همه تصمیم‌های زندگی تو خودت میگیری، همه کاراتو میرید محاسبه شده انجام میدید، چطور بدون اینکه شناختی روی دختری داشته باشی و شناخت کامل کافی روی خانواده‌اش داشته باشی چطور این کار کردی؟ و این منجر به این شد که خیلی برام جالب بود که زندگی خود زوجی خود من تقریبا به همون وضعیتی در اومد که برای من الگوی منفی پدر و مادرم بود. بالاخره منجر به این شد که ما از هم جدا شدیم و من یه دختر 6 ساله دارم که الان پلوی خانومم هستش. خانومم آلمانه با دخترم و متاسفانه از وقتی هم که جدا شدیم خانومم نه اجازه میده من با دخترم صحبت کنم و نه اجازه میده که من دخترم ببینم یا اون منو ببینه. با اینکه هم دادگاه آلمان این وضعیت رو تصدیق نمیکنه، تایید نمیکنه و نه دادگاه ایران. بیشتر از 2 سال و نیمه داره میشه 3 سال که من کیانا رو ندیدم و متاسفانه نتونستم کلمه‌ای باهاش صحبت کنم. مثلا من نمیدونم این دختر الان چجوری چه شکلی شده، صداش چجوریه، از این بابت هیچ اطلاعاتی ندارم. یعنی روزی وجود نداره که من درباره این دختر فکر نکنم. خیلی دلم براش تنگ شده. در کنار همه افتخارات و جایزه‌های علمی بیشمار و معتبر، دوری از کیانا بزرگترین دغدغه این روزهای اوست. دکتر خوب می‌داند که اکنون دختر 6 سالش چقدر به وجود او احتیاج دارد. این هم یکی از آن شرایط گریزناپذیر زندگی اوست که برای گذشتن از این بحران علاوه بر همه تلاش‌هایش صبر را پیشه کرده است. وقتی ما درباره میکروسرجری در دهان صحبت می‌کنیم که نفر ریکانستراکشن هم بهنام در سال 2006 به دعوت یک شرکت سوئیسی برای سخنرانی در 2 کنگره به ایران دعوت شد و این همکاری جرقه امیدی در او زنده کرد. در این حال در سال 2008 هیئت بلندپایه‌ای از طرف دولت ایران در همایشی در هامبورگ با دکتر آشنا شدند و مصرانه از او دعوت کردند دانش خود را به ایران منتقل و در این راه به او وعده‌های فراوانی دادند. این 2 اتفاق به علاوه جدایی دکتر از همسرش باعث شده بود که او دوباره به مهاجرت فکر کند. البته این بار به سرزمین مادریش. من به فکر این افتادم که دیگه کارمو در اون مطب ادامه ندم و مطبمو در اصل واگذار بکنم، بفروشم و به یک کشور دیگه برم. به خاطر همین با دانشگاه‌های متعددی در ارتباط بودم که یکیش دانشگاه میامی آمریکا بود، یکیش دانشگاه تورنتو کاناداست، یکی دانشگاه زوریخ سوئیس، یکی دانشگاه مونیخ هست توی آلمان، دانشگاه برلین شهری که توش بزرگ شدم. اینا دانشگاهایی بودن که من میتونستم اونجا شروع به کار بکنم و همین الان هم همینطوره که من هر لحظه که بخوام میتونم اونجا به عنوان استاد شروع به کار بکنم و با مدارکی هم که دارم میتونم یک مطب فوق تخصصی در همین رشته‌ای که شاغل هستم در اون کشور تأسیس بکنم. ولی خب برای من انگیزه بزرگتر بود که من به ایران بیام به چند دلیل متعدد. یکی این که از روزی که من به آلمان رفتم همیشه در دلم داشتم که یه روز به ایران برگردم و دلیل اصلی هم که این همه هزینه رو متحمل شدم و من پناهنده نشدم در آلمان همین بود. با اینکه اگه پناهنده میشدم از طرف دولت آلمان ساپورت میشدم، مخارج تحصیلاتم و مخارج زندگیمو میتونستم دریافت کنم و این همه به خودم فشار نمی آوردم. یکی از دلایل این بود که همیشه من دلم می‌خواست یه روزی برگردم ایران. دوم اینکه بیشتر اعضای خانواده من ایران هستن و من از نزدیکی با خانواده‌ام
لذت میبرم. و سوماً این که من ارتباط علمیمو و ارتباط تعلیماتیمو با دانشگاه‌های اروپایی و زایس آکادمی حفظ میکنم. able to act manually under this very high magnification, and it is also not worth it to smallize much more, and so we can avoid the perforations because we don't touch the membrane. ندای درونی دکتر دوباره به سراغش آمد. او حالا انگیزه زیادی داشت تا از همه دانش خود برای خدمت به میهنی که همیشه در اندیشه آن بود استفاده کند. مطبش را در آلمان تعطیل کرد و راهی ایران شد. اما علی‌رغم همه وعده‌های داده شده، در کمال حیرت هیچ گونه حمایت دولتی برای ادامه کارش از او نشد. 10 برابر هزینه یک مطب جراحی فک و صورت برای فوق تخصص من سرمایه گذاری لازمه. ما الان باید چیکار کنیم؟ باید برم وام بگیرم. شما باید تصور کنین که فردی که بیشترین افتخارات رو در عرصه بین‌المللی برای دندانپزشکی ایران در 70 سال اخیر داشته، اولین ایرانی که ابزارهای دندانپزشکی به اسم یک ایرانی در دنیا ثبت کرده و به فروش میرسونه، اولین ایرانی که تکنیک‌های جراحی در زمینه جراحی فک و ایمپلنت ابداع کرده و در عرصه جهانی منتشر کرده، باید بره وامی رو بگیره که یک دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل زاهدان هم میگیره. یعنی این مسئله هیچ جای دنیا قابل درک نیست. یعنی من باید برم یه مبلغی رو بذارم توی بانک، امتیاز جمع کنم تا اینکه بتونم یک فوق تخصصی رو که 4 نفر در دنیا روش کار میکنن و مبتکر اصلیش هم خودم هستم، در وطنم برای ارائه دادن به هموطنان بتونم پایه‌گذاری بکنم. همین کار ما کردیم و این خیلی باعث ناراحتی و باعث مایوسیه که از این نظر من هیچ گونه حمایتی متاسفانه نمیشم. الان توی 1 سالی که من دارم کار میکنم از برگشتم به ایران پشیمون نیستم. خیلی هم خوشحال و خوشبختم که این تصمیم گرفتم بیام ایران، ولی خیلی ناراحت و در اصل مایوس هستم از اینکه وعده‌هایی به من داده شده ولی خب متاسفانه هیچ گونه حمایتی اتفاق نیفتاده. بهنام از مشکلات فراوانی که در ایران برای تأسیس یک کلینیک فوق تخصصی داشت بسیار ناراحت و مایوس است، اما به گفته خودش پشیمان نیست و مدتی بعد از بازگشت به ایران به آرامشی رسیده است که هیچ وقت در طول 26 سال زندگیش در اروپا تجربه نکرده بود. او اکنون 2 سال است که به ایران آمده و در این خانه تنها زندگی می کند. دکتر به روزهای پیش رو و آینده کاریش بسیار امیدوار است. امیدوار است که بتواند روزی آنطور که می خواهد دوباره تشکیل خانواده بدهد و کیانا را در کنار خودش داشته باشد. او امیدوار است روزی شرایطی فراهم شود که موفقیت‌ها و مهمتر از آن تأثیری که در شاخه‌های مافوق تخصصی دندانپزشکی در جهان داشته است را در ایران ارائه کند و شاهد رشد و پیشرفت این رشته در میان همکاران و نسل آینده کشورش باشد. ببینین اینجا یه حسی رو دارم که
تمام این زحمات و کارهایی رو که کردم دارم به منشأم، دارم در اصل بهره برداریشو در منشأ زندگیم ارائه میدم. این انرژی به خصوصی بهم میده و هنوزم که هنوزه بعضی موقعی که توی کنگره‌های بین‌المللی شرکت میکنم و اسم ایران رو پشت اسمم مینویسن، خیلی حالت غروری بهم دست میده. وضعیت رفاهی بهنام در سطح قابل قبولی است، اما ثروتمند نبودنش با توجه به تخصص‌های ویژه‌اش برای بسیاری من جمله همکارانش جای سوال است. Number 3, and this has this special 90-degree angle, and we can use it for the this side party. بعد از 10 سال سرمایه گذاری و تلاش و کسب دانش در این رشته، بخش عمده‌ای از درآمد او هنوز هم صرف تحقیقات و پژوهش در مورد اختراعات و اکتشافاتش می شود. دو تا غذا داشتم خوزستانی، یکی سبز بود همین استانبولی، یکی قرمز استانبولی، یکی زمستون هم سبزه، میگن دمپخت. میگفتن دمپخت. خوزستانی زمستون که میشد باباش سبز دوست داشت با شیرین. این قرمز دوست داره که الان هم قرمز دوست داره با رب و گوجه و گوجه تازه. بعد اگه از در میپرسید غذا چی داریم، میگفتم دمپخت. میگفت قرمز یا سبز. خدا اگه من میگفتم سبزه دوباره فرشا لوله میشد. دکتر عاشق کارش است و از آن بسیار لذت میبرد. این لذت از زمانی که به ایران آمده دوچندان شده است. یکی از دلخوشی‌های بهنام در ایران حضور در کنار مادر و بقیه اقوام است. او که در مدت 26 سال حضورش در آلمان به جز چند سفر کوتاه به ایران از نعمت حضور مادر محروم شده بود، اکنون مادر را در کنار خود دارد و از حمایت‌های بی‌دریغ او بهره‌مند است و از این بابت بسیار خوشحال. مهم اینه که یکی اگر به خودش اعتماد داره و به کارش اعتماد داره و مطمئنه که کارش برای حداقل در حیطه کاری ما برای بیمار منفعت داره، منفعتی که قابل لمس هست و به بیمار کمک میکنه در دراز مدت و در میان مدت، کارشو در اون حیطه ادامه بده و هیچ براش مهم نباشه که بهش حسودی میشه یا نه. این خیلی مهمه. یه ضرب المثل خیلی خوبی در زبان آلمانی هست که من اینو خیلی موقع برای خودم تکرار میکنم. میگن، اول به آلمانی براتون بگم، میگن Neid muss man sich erarbeiten, aber Mitleid bekommt man geschenkt. به فارسی میشه برای اینکه بقیه به شما حسادت بکنن باید شما شب و روز تلاش بکنین، ولی برای همدردی انسانهای دیگه هیچ احتیاجی به تلاش ندارین. همدردی رو بهتون هدیه میدن.